سلام، خیلی خوش اومدید به یک دیگه از ویدیوهای خودتون. امروز داخل این ویدیو قراره بتونید که رباتی رو معرفی کنم. شما با استفاده از این ربات میتونید درآمد به شدت خوبی رو داشته باشید، کاملا جدیده و برای همونه که دارم معرفی میکنم. داخل این ربات شما با استفاده از مرغ‌هایی که خریداری میکنید میذارید براتون تخم مرغ ماین میکنه. بعد این تخم مرغ ها رو میایید داخل بازار خود اون ربات میفروشید و حالا میتونید خریداری هم کنید. یه سری لیدربورد داره که جدیدن گذاشته و توی 3-4 روز دیگه اون گرعه کشی هم انجام میشه که به صورت گرعه کشی نیز به نفرات برتر میده، یعنی از نفر اول تا 50 حدود 700 تومن شما جایزه میده. پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو من همراه باشید تا بریم سراغ ویدیو، چون اصل کاری رو اونجا میشه توضیح داد. لینکش هم داخل کامنت براتون پین کردم که میتونید به سایت تنشکی واردش بشید. چند ما رو دنبال کنید، ویدیو لایکش کنید که واسه دلگرمیه. بریم سراغ آموزش. خب این از ربات همونطور که مشاهده میکنید کاملا جدیده و حدود 1-2 روزه که میشه اومده. ما وارد ربات میشیم تا توضیحات تکمیلی رو بهتون بگم. خب همونطور که مشاهده میکنید این از صفحه اصلی این ربات و اینجا شما گزینه ماینینگتون هست و اینجا هم تخم مرغاتون همونطوری که مشاهده میکنید و اینجا هم که تونهایی که حالا دارید. روش به این صورته، شما وارد که شدید روی این گزینه کلیک میکنید و اینجا زده هر 2000 تا مرغ معادل 1 تونه و حد اکثر هم شما حدود 10,000 تا مرغ میتونید خریداری کنید که چیز حدود 5 تن میشه. شما حداقل 1 تن باید واریز کنید و حدود 2000 تا مرغ برای خودتون بخرید. بعد اینکه خریداری کردید میایید این گزینه رو شما روش کلیک میکنید، هر 8 ساعت ماین میکنه و الان به طور مثال من با 4400 تا مرغ داره برام حدود ساعتی 11 تا تخم مرغ برام ماین میکنه. و وقتی شما خریداری کردید روی این گزینه کلیک میکنید، تعدادی که میخواید اد کنید و روی گزینه تایید کلیک میکنید و شما هر 8 ساعت میایید اینجا کلیم میکنید تخم مرغاتون رو. اینجا گزینه بازارشه، شما همونطور که مشاهده میکنید الان چیزی حدود هر 100 تا تخم مرغ حدود 25 صدم ارزش داره و خود ربات اومده گفته که زیر 30 صدم تون بخرید ما میایم حدود 5% از اون خرید شما رو میسوزونیم. میخواد که قیمت ثابت بمونه. البته اینو بهتون بگم هر 100 تا تخم مرغ حدود 3 تن 2.5 تن هم بوده و رفقام فروش داشتن همون اول ابتدای این ربات. شما از این قسمت میتونید تخم مرغاتون رو بفروشید هر قیمتی که خودتون میتونید اینجا به اصطلاح میتونید بذارید و منتظر بمونید که فروش بره. اینجا پروفایل شما رو نشون میده و اینجا حتما رو باید بیاید کیف پولتون رو اد کنید و دپوزیت و برداشتتون هم اینجا مشخصه. و این از روش کار ربات. اینجا هم شما میتونید تخم مرغاتون رو تبدیل کنید به مرغ و هر یک تخم مرغ معادل یه دونه مرغه. اینجا روی این گزینه شما کلیک کنید، لیدربورد رو شما میتونید مشاهده کنید. حدود 700 تا تن جایزه گذاشته و حدود 4 روز و 5 ساعتی تموم میشه. نفرات برتر شما میتونید ببینید. چون جدیده رقابتی کم آسان‌تره، ولی خب رفته رفته شاید رقابت سخت‌تر هم بشه، ولی توی این ابتدا سود خوبی رو ما میتونیم از این ربات داشته باشیم. به طور مثلا نفر اول 150 تن جایزه میگیره و شما مشاهده میکنید که یه سری نفرات حالا دوم سوم و تا 50 نفر اینجا شرکت میتونن کنم و منم تقریبا نفر نهم این لیدربورد هستم. حدود 14 تا برای من جایزه در نظر گرفتن و خیلی افراد دیگه هم اینجا هستن. شما میتونید اینجا مشاهده کنید و یه سری تسک هم اینجا داره شما میتونید انجام بدید رو تون کوین و حالا یه سری جوایز بگیرید. دعوت از رفقام داره، شما میتونید اینجا مشاهده کنید. و الان به نظر من چیزی که من داخل چنلشون خوندم نوشته بود که هر ستاره افراد تقریبا 1 تن به شما جایزه میده و محدود بود، فکر کنم 1-2 روزم فکر کنم فرصت داره، ولی بازم در جریان نیستم که الان میده یا نه. و شما رفرال گیری کنید هم چیزی آیدتون میشه و یه سری گزینه دیگه هم که اینجا به درد ما نمیخوره. رفرال گیری هم که لینکتون رو شما کپی میکنید به رفقاتون میدید و اینجا هم تعداد تخم مرغایی که حالا به دست میارید براتون گذاشته. حدود 1% از دپوزیت دوستاتون شما دریافت میکنید و حدود 5% هم از تخم مرغایی که ماین میکنن. چیز جالبیه، اگه خواستید از این قسمت هم حتما شما استفاده کنید. خب رفقا ربات باحالیه. اگه تا آخر ویدیو من همراه بودید میتونید ازش کسب درآمد خوبی رو بکنید و امیدوارم که همیشه پرسود و سلامت باشید. به ویدیوهای اخیر ما حتما سر بزنید که یه سری ویدیوهای جالبی براتون گذاشتیم که میتونید درآمدهای خوبی داشته باشید. تا ویدیو دیگه، فعلا.